سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید برای بازگردانی هواداران دسته فوتبال مکابی تل‌آویو 2 هواپیما فرستاده است. به قبل نتانیاهو و سروزیر هلند دیک سخوف دیروز در شهر امستردام بعد قوه‌آزمایی دسته‌های مکابی تل‌آویو و آیاکس محلی هواداران دسته اسرائیلی با حمله به اصطلاح ضد سامی مواجه شدند. پلیس هلند میگوید بعد زنازنی جوانان امستردام و هواداران مکابی 57 نفر بازداشت شده است. قوه‌آزمایی آیاکس با مکابی در چارچوب لیگ اروپا با حساب 5-0 به فایده آیاکس خاتمه یافت. پلیس تاکید میکند که بازی آرام به انجام رسید ولی بعد در دوام شب در مرکز امستردام برخوردها به قید گرفته شدند. ما با جنگ کاری نداریم. ما هوادار مکابی تل‌آویو هستیم. پیشتر از آن یک گروه جانبدار فلسطینیان میخواست در نزد ورزشگاه امستردام به مقابل حضور دسته فوتبال اسرائیلی گرد همایی اعتراضی برپا کند ولی مقامات با اشاره به نگرانی‌های امنیتی در رابطه با موج خشونت در خاورمیانه به برگزاری جمع آمد اجازت ندادند. با آغاز عملیات ارتش اسرائیل در غزه گرد همایی‌های ضد اسرائیلی در گوشه‌های مختلف عالم و از جمله اروپای غربی دایر شدند. این عملیات بعد حمله گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود شروع شد. 7 اکتبر سال 2023 حماس به قلمرو اسرائیل حمله نموده صدها نفر را کشته و صدها نفر دیگر را به گرو گرفت. ماه‌های اخیر عملیات اسرائیل به جنوب لبنان نیز توسعه یافته است. هدف ارتش اسرائیل گروه حزب الله است که از طرف ایالات متحده آمریکا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحاد اروپا تنها جنای حربی حزب الله را همچون سازمان تروریستی اعتراف کرده است.